سلام، وقتتون بخیر. من بالنگ ها رو پوستشون رو کامل کندم و حالا توشون رو در میارم. به همین نازکی من کندم پوستش. ببینید پوستش باید اینطوری، این پوست زردش باید اینجوری برداشته بشه کامل. یعنی ببینید کامل باید این پوستش برداشته بشه که تلخ نشه. حالا من اینا رو خورد میکنم هر مدلی که دلم میخواد. شما هم همینطوری هر مدلی که دلتون میخواد خورد کنید، بعد بریزیم توی آب تا شیرینش کنیم. اینطوری باید داخلش رو در بیاریم، چون که داخلش خیلیش ترشه، یعنی به هیچ دردی نمیخوره. فقط ما اینو میخوایم خورد کنیم تا مرباش کنیم. این پوست وسطی رو که اون روشو کندیم وسطش هم در میاریم، اینو خورد میکنیم هر مدلی که دلمون بخواد. من با این وسیله میخوام خورد کنم تا ظاهرش قشنگ شه، زیبایی خاصی داره. حالا شما هرچی دلتون خواست انجام بدین. عزیزان، این مغز بالنگاز در آوردن که به درد نمیخورن، باید بریزمشون دور و اینطوری میشه. دارم خوردش میکنم که ببندم به آب تا شیرین شه. من اینجوری خورد میکنم و اینو دوست دارم دیگه. هر کسی هر جوری دوست داره انجام بده. من اینو خورد کردم کامل همه رو. این اندازه شدن. خب درسته یه اندازه نشدم، ولی خب دیگه تا این حد بلدم من. بعد اینو 7-8 ساعت توی آب سرد میبندم. بعد از 8 ساعت آب سرد میجوشونم، 3 بار میجوشونم. همین که جوش اومد خالی میکنم، دوباره تو آب سرد میریزم، بازم میجوشونم، باز خالی میکنم، دوباره 3 بار. بار سوم بازم میریزمش تو آب سرد و میمونه تا فردا ببینم شیرین میشه یا نه. الان فعلا میبرم به آب سرد ببندمش. عزیزان، من بالنگو جوشوندم 2 بار، نه زیاد، فقط وقتی آبش جوش اومد خالی کردم، شیرین شد. حالا بالنگو که 2 کیلو خریده بودم با 2 کیلو شکر و هل و وانیل و دارچین میذارم میجوشه. اینم مربای ما شد. من زعفران ریختم توش، رنگش خیلی جالبه. به خاطر رنگش زعفران میریزم، طعمش هم خوب میکنه. نوش جونتون.